خیلی زنک نکام کرده اکامی خانو در ایخره با غراق نگاه کن خانو در نگاه کن رو بو چین شبی خوراکو که چی میگن دستی بامده تفاهم مکن لیکنی یا چی را بگم و دیا بچه دارم چی؟ апао ву хоҳарону модарони азиз, ман ба шумо тавсия метаҳам ки бо ширкати фаберликии ситора кор кунед. Барои чӣ? Ба он хотире ки дар ширкати фаберликии ситора тамоми фаҳмондадиҳо бепул ҳастанд. ғайр аз ин шумо метавонед музди маошатонро ҳар рӯза аз 70 сомонӣ сар карда то 9000 сомонӣ ба даст биёред. забондонии шумо тамоман дар кор нест. инчунин барои беҳтарин шахсҳо то мехоҳед чизеро тӯҳфа кунед, интихоби тӯҳфа низ дар ширкати фаберликии ситора зиёд аст. рақамҳои дар зер буда ба ситора вобастагӣ доранд. дарҳол занг занед, соҳиби ҷои кор шавед. шумо гуфтед танҳоед ку бо ин бачадориатон аз куҷо баромад? چی طرف من داد میزنی؟ داد نزد طرفی من از اون مردای تو فکر میکردگی نیستم سوست و فلوس فهمیدی؟ گفتم یا بچه دارم در خانه با باشه شنبه یک شنبه میبیا تاریک اولنگ میبرو تاریک با میبرو یکو چه میشکنه خلاقات نگیرانی با فهمیدی؟ آدمگری یاد گیر زندگی نم سر شد بچه آخی اینقدر لباسای تازه در اینجا شدی خدمتی ابون که اینجا مادر عزیز این لباس رو میابی آدمی زود رو نمیابی راست میگی بچه راست من آب بچه دو حاضی و چه جان من تو حال کودک هستم مادر بله تو حال کودک هستم همین آب وقتی که میخورم در همه جون میریزم همه مادر همه خیل همه فرزند همه خیل همه کودک برین من فرزند دارم پسر دارم آنها برای من کودک فرزنددار اویلدار لیکن برای مادر همیشه آنها کودک هست بچه درست هرچند که سن سالمون به یک جوام رسیده باشد لیکن همه وقت فرزند در نزد پدر و مادر کودک حسابیده میشود. بله بچه بله روستیگر مادر جان من در همین جو هفته دیگر نصیب باشد کوخی بخت آمدم اویلدار میشوم. خیلی نه بچه دعا میشه پروردگار خوشبخت شوی سر بچه و سر کچه و سر فرزند یافتگیت فقط به توی خرسندی ها رود. الله اکبر. اینا تموم کردی؟ لیمچوها را بار کرده برده جردریز گوه ما گشنگه نمورم با هست جو یک روز کار نکنه خدا با کسلی نانداز تیز جوم رو گوه مالا بین با فکرم شما مادر عزیز از داخل شهر نیستیدن همراهتون آب نون مشاهده کردم در همین رو سرسان و سرگردان به هر طرف آواره یک دم میشنید یک دم میخیزید شاید مبلغتون رو گم کرده اید
شاید سلامتیتون خوب نباشد، شاید یگان مشکلی داشته باشه که در این کوچه های شهر آوارید. سر جونم گویم یا نگویم خیلی سر نغز توبی. من آدم شناسم، موی سرمونو سفید کردیم در زندگی. من با پسرم زندگی میکردم و امروز از خانه پسرم رفته ایستادم. خودم نمیدونم که به کجا، لیکن با تو یک چی بگم. گرد زنید مادر جان. همه وقت زندگی ما خودم بودیم، نغز بود، تنج بودیم. همین وقتای آخر نمیدونم از چه سبب که کلنم با پسرم همه وقت جنگ خرخشه، زن و زنی تا همین درجه رسید که زن و زنی میکردن. آخر فهمیدم که گریه نکن مادر جان. من در خانه پسرم زیادتی بودم. پسر جونم به همین خلاصه آمدم که باید من از این خانه روم. باید از این خانه روم تا که زندگی فرزندی من خوش خرسندانه گذرد و میخواهم که به یگان جا روم، به خانه پیران سالان. لیکن راهش نمیدانم بچه، نمیدونم. مادر من بدون چی اوچا جان، من در حیات رنگ شما بی‌پرستار هستم. نخواه هیچ کس ندارم اوچا جان. اکنی نگاه کنید اوچا جان، شما او دیده اتون رو توزه کنید. شما به خاطر خوشبختی فرزندتون خانه و درتون پرتفته بر اومده دم. من راضی، صد با راضیت. من به شما خونه پنهان سالان رو نشون میدم. من به شما خونه بی‌پرستاران رو نشون میدم. راست. من همانجا زندگی میکنم مادر جان. راست. البته را من میبره بچه من اونجا بر. البته مادر جان. من توی که لیکن به یک شرط. من همه شرط اجرا میکنم. خدا جان بنده گناهگار رو ببر. همه این خودم رو خودم گرفتار کردم. لبن آمدم. گریه نمیکنی؟ نه گریه نمیکنم. بله مادر جان. مایلش من گریه نمیکنم. مایلش بسرعت من گریه نمیکنم. من هم بس کردم. میرویم خیلی مادر جان. مدومه که شما به خانه پیران سالان در گلوشه، من شما رو آنجا میبرم. کسب کارت به برکتی است. آمین خوچه جان. آمین. وای همه خوشبختیش میدونی چی؟ در توی من شما با جای مادرم اشتراک میکنید. خیلی میرویم من مادر جان اگر خواهیش.
تا آخر عمر مادر تو آخر عمر من همونجا نیستم بچه. البته من همراهی من مایل است جان دلم کردی. من هر هفته شما رو میگم خبر میکنم. مایل است من حسابی که کار نکنم دوی مادران خونه نیستم. به همین خاطر هر هفته میگم شما رو خبر میکنم. گشتم با هزار ارمان از ملکی غریب، دیدم همه را گریان در سنک لبای جا بیا ای برگاه کمی برداری حوزی جای مسرکه در کجا؟ ها پایوندا مایلا کدومی اومد؟ بیا بچم بیا کنی بیا بچم سلام علیکم دادا. سلام بچم سلام دادا وای کی؟ اهمیت نده وای مادری نواد درسات چخه؟ این؟ دست خونسادی؟ اینا مادر اینجا خونه پیر مسلمان است. خونه پیرمسلمان. بله مادر جون بله اینقدر این زیبا، اینقدر این خونه پیرمسلمان خوشره. بله مادر جون بله دیگرو کنی دیگرو دیگرو؟ هیچ کسی رو نمیبینم. دیگرو اینجا نیستم مادر جون. دیگرو امروز با دیگر جو رفتگی هستند. حتما بگو میوان دیگرو. نه راستش رو گذاشتی همین در همین خانه پیرمسلمان یا که خانه یکم کسی دیگر کنی من با راستش رو گویم. مدامی که راستش رو فهمیدم میخواید مادر عزیز اینجا خانه پیرمسلمان نیست. اینجا خانه من است. خانه تو بله مادر خانه تو مادر جون شما چیکار کرده ای سوزه؟ پس یکم بنده شو بنده رو تنها نمیگذاری. شاید مادر جون خیز شوخ من میدونم خداوند یکم کس رو تنها نمیگذارد و شما غلطیدنتون در پیش پای من نیست. خدا رو نیست خوش نمیود مادر جون. شما خودتون رو آرام کنید. شما گفتید من راستش رو گویم من به شما راستش رو گفتم. اینجا دیگر خونه من نیست. اینجا دیگر خونه شما است مادر. شما میتوانید بمالو مانند خانه خودتون زندگی کنید. و شما نیز مادر من هستید که مادر جان. اینا دیگه کنید. من تو رو با فرزندی قبول کردم بچه. من اگه به تنها نمیگذارم. البته را تنها نمیگذارم مادر جان. من همیشه با تو میستم. البته را شما من تو چای میکنم خورم میکنم میباسد رو میشه. البته را مادر جان. البته را مادر جان. درسات نه؟ سوز ای زنک لبای و دست پنجه شو یک دست خوک یک خوراک با مزه پس ما قدی بچه خریم دو کنی یک کنزن دستات هم هست نه؟ نه خونسادی؟ کنی بشین کنی بکن دادا این چه شد؟ این رو از کجا افتید؟ این از کاریتون نباشن بچه نکی بین اگر با تو قواقش گیرون با تو خوراک نپخت با تو اهمیت نداد لباس های درو نشوست با ما گپ زن ما جزای نمیتیم فهمیدی؟ نگی تو فقط مکتب نقص خون کنیم شو درس خون اگه چی خونن کنزن بچی داداش کنزن معلمت چی نگفته است؟ نه من در رو دیده بودم گفت مغز سرطان مغز
به خاطر تعریف معلمه سر ما روپلیت میدیم لیکن بیهوده را از خود نکن گیر کنیم آزی خوراک میارم دادت هر کلمه کمار از دادت یاد نگیر یگانه فکری تو فقط در مکتب کاردور نشد من چکون میکنم اینجا مادر با اینقدر اینجا تازه من دیرم نمیشد مانم مادر جان قدری خانه زیبا این قدری خانه خوش رو من در حیاتم چنین خانه را باری اول میبینم خوش آمدید مادر جان خوش آمدید چه خوش رو اینو را رستیگا مادر عزیز مادر من نیز در دهات با دختنی همین خیلی لباسها آواره بودند به نهایت دوست می داشتند اینو همش مهنت دستی مادرم است من هم دختر میتوانم بچین حالی من برایت کلپا میدازم عینا همین خیر البته مادر جان همینها رو از دهات گرفتم شب آوردم خواستم که همینها همراه هم باشم خیلی زیبا این خیلی چه ثواب این قراق میگوید این به نهایت در خانه باشد ثواب ثوابیت دارد البته البته ثواب است اما میدونه چی مادر جان این خانه شما تکرار میکنم باز دزدیده و گریخته و به هر چشم نگاه نسازید این خانه دیگر خانه شما است و من نیز فرزند شما هستم خرسان کردی بچه خرسان کردی خرسان شدم بینی اینجور شنید نصیب باشد در توی با جای مادر ما بازی میکنه و انشاءالله ای بچه جان حالی وای نشتا از ما آب گرم بیارم شویم با میخوره مایلا تو کاری خدا کن تو دما کاردار نشو تو خوجایلین تو در سر خودت کن حالا که من در دادم نگفتم تو از پس کاری خودت شو موین در این بابا مرا عقل یاد دستن گشتم با هزار ارمان از ملکی غریب دیدم همه را گریان در ملکی غریب صداد و دریغی رنجی دنیای غریب دنیای پر از کلفت و تنهای غریب صداد و دریغی رنجی مال خوب بی؟ یه زنگ بزن بخیر مال خوب مال خوب نگو میکنم نه من مهربان همراه هم نیست خودم تنها هستم حرکت که چند با وقت بیام اینقدر خوب است مال خوب من از خانه یگانه فرزندم بر اومدم لیکن من در دلم کینه و عدد و غضب ندارم من فرزندم رو دوست می‌دارم برایش خرسندی خوشبختی عمری دراز می‌خواهم و آن پسری که مرا به این درگاه آورد به این خانه زیبا آورد عمری دراز تنی صحت الهی هر آرزوی هوسی داشته باشد جامعه عمل پوشد
ای خدا جان، این چی کاری کردم بودم؟ این چی روز بود که امروز به سر من آمد؟ همه رو خندیدم، همه رو عذاب دادم، رحم به فرزندی پدری خودم نکردم. دویم او رو دهاتی گفته تر نزدم. امروز این بلای زندگی به سر خودم آمد. از زندگی خوبی که برای من عطا کرده بودی ناشکری کردم. به قدر زندگی خوبم نرسیدم، به قدر شوهر خوبم نرسیدم. صد حیف که زندگی خوبم را پیشی پا کردم. فرخ جان، فرخ جان، فرخ اینجا بیا بچه. روزی مادر. اینجا بیا. تو با من چیزا رو مصلحت کردنی بودی. بیا کنی جانی اوچه. بیا اینجا فرخ جان. بیا بچه. کنی چی؟ کنی چی مصلحت کردنی بودی با من؟ گوش میکنم. ای مادر جانی من، سپاس زیاد از روزی که شما در این خانه ما اومدگی هستید. ما خود ما به حضور حس میکنیم. مثلا بدونی چی است مادر جان؟ ما همراه یک دوستی پدرم به همین دهه بالا یک دختر رو به خواستگاری رفته بودم. همون دختر رو سنجیده گذاشتیم. به نهایت دخترک خوب است، دخترک گپ گوش کن است. از این خاطر خواستم که شما برای من بیگانه نیستید. شما رفته همراه مادر آن همون دختر در دایره تویمون صحبت کنید. ای خدا جان، از کرده های خودم پشیمانم. زندگی شیرینم رو با دو دستی خودم ویران کردم. شوهر مهربانم رو از در زده بیرون کردم. امروز همه عذابای اون است که من میکشم. ای خدا جان، این چی کاری کردم؟ کجا شد آن کتگی اوی که من میکردم؟ کجا شد؟ ای خدا جان، من این بنده گناهگارت رو بخش. من خودم رو بخشیده نمیتونم. زندگی خوبم رو خودم ویران کردم. خودم ناشکری از درگاهی تو کردم. راست؟ البته مادر. البته میروم، با جان دل میروم. او نخود من برای تو نروم. او کلیم دار میشوم، بعد نبیره دار. به نهایت من خورسندم. کی میرویم؟ روسی من در دایره آن همین چی معلومات ندارم که برای رفتن ما انجام دادن توی مسئله های آموزنکی چی لازم است چی لازم نیست. ای غم نخور بچه، من همه چیز رو میدونم. و موی سرم رو در همین کار سفید کردم. حاضر من یک تا می نویسم، بعد در دستت میتیم از روی همون میخری چیزها رو از مغازه خریداری میکنی. تمام من میروم خانه همون دختر. هیچ جایی باید نیست. بهترین میشود. بهترین باشد. پس از پس کار میشویم. کنی بیار یک دفتر رو چکر می قلامی من گفتن میگیرم چی در کار چی نویسن در کار. فرزندی پدری خودم رحم نکردم. ما در یک جگاه کلان شدیم، در یک کاسه خوراک خوردیم، ولی به قدری اون نرسیدم. خیانت به او فرزندی او کردم. فکر نکردم یک روز این داروگی همش از من میرم.
برای اون که ما باری اول میرویم باید که دست خالی نرویم. خیلیش رو شما خودتون نقصر میدونید مادر. میدونم. چه چیزی در کار است روی کاغذ بیارید، من همش رو جابجا میکنم، شما خودتون پگاه من مهربون رو گم میزنم شما میبرم، شما این مسئله خودتون سنجیده برایید. مایلش من خودم رو پگاه آرا و تارا داده همین تخسره کرده میرم برای پسرم فرخ جان عرس یافته میرم البته من راضی میکنم. من اول میبینم میسنجم کنی باز میدونم که تو خیلی دختری با عقل با معنی که تو انتخاب کردی پسرم. شاید همی باشد مادر. خب شما در خونه یکون کمبودی داریم؟ نه همه چی هست. حاضر من رفته یک آش میکنم آشپزم. بازور چیزی میخوید مادر؟ مایلش من حاضر یک آش میپزم جای دور نرم پسرم فهمیدی؟ خب من حاضر ای سبزی نه سبزی. من سبزی زنگ میزنم مهربان میبیارد. مایلش خب مادر جان من رفتم آشخانه رم آشخانه. فرزندانم در کجا باشم؟ 20 روز است که از حال آنها خبر ندارم. 20 روز میشود دیگه نه از ما نیست خبر دارم، نه از ما نیست، نه از نگینم. چیکارم میکردم؟ من کجا میرفتم؟ ای خدا جان خودت فرزندانم رو در پناهت نگه باشم. از کرده هایم پشیمانم خدا جان. ای خدا من این بنده این گناه رو بخش. چقدر عذابه که من فاروق دادم ابا جان. حاضر لبن آمدم. مادر اگر این صحنه های ما رو دیدم باشی ما رو ببخش. باز ما بودو گمان نکنی که من جای تو رو ایواز کردم. من در زندگی هیچگاه جای تو رو ایواز نمیکنم. تو نفری هستی که هیچگاه جای ایواز نمیشود. تو نفری هستی که مهر و محبتت همیشه در دلم. اگر به این مادر نیز چنین رفتار کردم تربیه تو است. امیدوارم تو از من خفه نمیشه، نمیرنجی. جایت رو هیچ کس نمیگیرد. فروخی نعمت. ای چکمم به تو یا کوی غمم به تو. ای چکمم به تو یا کوی غمم به تو. من بچه به اوچا با سری خمم به تو. من بچه به اوچا با سری خمم به تو. Yapıyor. Ragazzi. روی نوار باشیم، یعنی دستگیری شما موفقیت ماست. ما تمام شما رو دوست می‌داریم، قدر می‌کنیم. زنده باشید. به آچگی دردی سخت و واز میباشم. به آچگی باشی زندگی قیم باشم.
چکمم به تو یک کوی غمم به تو ای و چکمم به تو یک کوی غمم به تو من بچه به اوچا با سری خمم به تو من بچه به اوچا با سری خمم به تو من بچه به اوچا با سری خمم به تو